شهر با نام و خدمات فرهنگی خانم دکتر ملکه طالقانی آشنایی دارند. خانم دکتر طالقانی از بدو تأسیس تلویزیون ایران من با ما همکاری نزدیک و صمیمانه داشتند و در اغلب برنامه‌های فرهنگی این شهر شرکت می‌جستند. خانم دکتر طالقانی در سال 99 برای به دلایلی به شهر توسان واقع در ایالت آریزونا سفر کرده و در آنجا سکنا گزیدند. اما دورادور با اخبار شهر ما در ارتباط بودند. ایشان با جدیت فراوان سرانجام خاطرات خود را در کتابی به نام فراز و نشیب زندگی یک زن ایرانی به چاپ رسانده و قرار بود تابستان سال قبل به پورتلند آمده و دیداری با دوستان و آشنایان داشته باشند. اما متاسفانه به علت یک حادثه ناگوار که شامل زمین خوردگی و عوارضی مانند چند سکته پی در پی بود، در بستر بیماری افتاده و قدرت تکلم را از دست داده‌اند. از آنجا که معرفی این کتاب و دیدار با دوستان و آشنایان از آرزوهای او بود، خانم دکتر سیمین کریمی دختر ایشان در روز یکشنبه 16 ماه می از ساعت 2 الی 5 بعد از ظهر در دانشگاه ایالتی پورتلند حضور یافته و مراسم امضای کتاب را برگزار خواهند کرد. در برنامه‌های آینده بیشتر شما را در جریان این بازدید قرار خواهیم داد. بینندگان، هموطنان عزیز، بیایید در این آغاز سال نو همگی با هم نوروز را نیایش کنیم و آن را سپاس داریم و بگوییم خدایا به نام تو امروز را سپاس آوریم، عید نوروز را بیاراییم آیین نوروز را. خدایا که تنها توانا تویی، که دانای پنهان و پیدا تویی، که بخشنده زشت و زیبا تویی. خدایا ببخشای ما را پندار نیک، روان خردمند و گفتار نیک، توان برومند و کردار نیک. ببخشای از فرح ایزدی بزرگی و فرزانگی و ردی، همه زندگی شادی و بخردی. خدایا ببخشای ما را اندیشه بارور، به تن تندرستی، به دستان هنر، به دل مهربانی، به گنجینه زر. به بخت و به دینش بداریم، بخت و به بینش بداریم بلند، به کار و به کوشش دلیر و نوند، به فرهنگ نامی، به نام ارجمند. خدایا در این گردش سال هنگام نیک، در آغاز سال بخش فرجام نیک، با آغاز نیک و به انجام نیک. خدایا چنان کن که هر روز نوروز باد، که فردا نکوتر ز دیروز باد، که همواره نوروز پیروز باد. هموطنان، عیدتان مبارک، وجودتان سلامت، همیشه شاد و خرم و عیدتون در هر جایی که هستید امسال و سالهای پیاپی پیروز و شاد و خرم باد.